امروز اومدم یه پارکی پا به رهنه الان بایستادم کنار این درخته. بعد امروز داشتم سعی می‌کردم که تمرین کنم اون چیزی که دیروز راجعش صحبت کردم، پذیرفتنه و تو دنبال این که الان اینجا جای خوبی قرار گرفتم، جای بدی قرار گرفتم، نمیدونم از باورای نمیدونم طرحواره‌ای ما فلان منشأ گرفته یا از عشق منشأ گرفته. اونا که فکره دنبال چیم؟ دنبال اینم که برچسب بزنم به این که الان این از خوبی منشأ گرفته، اون از بدی منشأ گرفته. نه، هر چیزی، هر واقعیتی، هر لحظه ای مطمئناً مرکز من ساخته باشه. یعنی اون هستگی وجود، اون هسته که اون واقعیت است، که اون بی نهایت است، که اون عشق است، در نهایت اون ساختش. تنها چیزی که خوبی و بدیشو برای من مشخص میکنه نگاه منه. همین. من الان توی گل رفتم پالختم و توی اینجور شد که تو این شانس فلان چه صافت خورد به پام. ولی میتونم باشم که جلو مثلا چقدر خیس بود، چقدر نرم بود. خیلی دیگه با طبیعت در تماسی عزیزم. نمیدونم هرچی. حالا میتونم زیادم بهش فکر نکنم. میتونی اگه واقعا خیلی سختته پا تو گل رفته رو تحمل کنی، یکم تلاش کنی که نادیدش بگیری. خلاصه که نگاه هست. الان اینجا پر از حشره است، ولی همزمان از لای درختی که دارم نگاه میکنم خورشید داره نگاه میکنه. خیلی پر از انرژی زندگی، همه دارن کارهای جالبناک میکنن. برگا سبزن، خیلی سبزن، خیلی بهاره، هوا خیلی خوبه، موهام خیلی خوشگل فر شده. یعنی من میتونم نگاهمو درست کنم و عوض کنم دیگه. دنبال خوب کردنش رو، نمیدونم درست کردنش رو، به جا آوردنش رو فلان و اینا میخوام نباشم. میخوام باشم خونسا، حتی نه خیلی خوشحال، حتی نه اینجوری که واو زندگی چیست، چقدر عاشقانه و زیباست. نه، فقط هست. ولی عاشقانه و زیبا هم هست خدایی ها. الان دارم حسش میکنم، ولی مجبورم نیستم حتما حس عاشقانه و زیبا بودنش رو داشته باشم تا بگم که زندگی خوبه. چون یه موقعی نیست، یه موقعی همون لحظه حاله که از شما فیلم نمیگیرم، از خودم دارم فیلم. میتونه اون دوربین جلوه دیگه دیدی؟ دیگه چی؟ یادم رفت حرفم. ولی واقعا حس میکنم یکم پذیرشم رفته بالا که میتونم همینطوری جلوی این همه آدم وایسم خودم فیلم بگیرم. شاید قبلا این کار نمیکردم. خلاصه که زندگی این شکلیه و جالبناکه و عاشقانه است و میتونه دردناک باشه و هرچی که هست خودشه و ولی انگار وقتی که تو لحظه حال قرار میگیری یکم خوب و بد که معنیشون از دست میدن، اون مقاومت رو نداری که وای نه اتفاقی بد نیفته، فقط اتفاقای خوب بیفته. من اصلا میخوام از خودم آگاه شم که زندگی خوب شه، که همه چی خوب شه، چون الان بده. وقتی توی این انرژی به نظر من کم کم در میای از این انرژی، اگه بازم در همچنان به ذهن آگاهی ادامه بدی، همون انقدر آگاه میشی از اونا هم آگاه میشی، برمیگردیم.
این درکو وقتی این شکلیه خودش میشه یه نوع مقاومت. من خیلی تو سکوت دارم حرف میزنم، مثلا زیاد هدف خاصی ندارم از اینکه بخوام به چیز خاصی برسم، ولی زندگی خیلی جالبه، خیلی حضور توش داره برام، انقدر داره ساده میشه و غیر عجیب میشه، همزمان داره سادگیش جادویی ترش میکنه دیگه. قبلا یه همزمانی دیدن یه اتفاق اینا برام که یعنی چی، منظورش چیه، یعنی دارم میرسم اینجا، یعنی این اتفاق داره میفته. الان شاید یه نور امیدی تو میتابه که چقدر نداره رو میبینم مثلا فعلا، ولی در نهایت اینجورم که حالا این خیلی باید رشد کنه و رشد میکنه ها، یعنی مثلا حتی همون یک ثانیه یه لحظه حس این که هست خوبه دیگه، نمیدونین چقدر آزاد کننده است، چقدر رها کننده است، خیلی باحاله. انگار وقتی که اینجایی همه چیزای ریزتر و بیشتر میبینی، مثلا اینکه این درخت پر مورچه‌ست رو بیشتر دیدم، صداها رو بیشتر میشنوی، که یه باد یه برگ رو تکون میده رو بهتر میبینی، که پشه‌ها چقدر تون حرکت میکنن رو بهتر میبینی، کلی چیزایی بود. نگاه آدم ها یه جوریه که یه چیزی در اونم معذبه، یه چیزی در اونم میگه که قرار نیست هیچ کدومشون رو ببینیم، مهم نیست، حتی اگه قرار ببینیشون خوشحالم باش که با اعتماد به نفس پای لخت اینجا بایستادی چسبیدی به درخت داری از خود فیلم میگیری. خلاصه که اینطوری دوستتون دارم، برگردین اینجا، من اینجا، خدافظ.